یکی از بانک‌هایی که واقعا تو وامدهی متفاوت عمل کرده ویپاد بانک پاسارگاده. جالب بدونید ویپاد اولین بانکیه که تسهیلات بدون سپرده رو آورد و یک انقلاب تو سیستم وامدهی ایجاد کرد. امروز قرار براتون وام‌های ویپاد رو بررسی کنم. یک، تسهیلات پشتوانه. تسهیلات پشتوانه بدون سپرده و بر اساس اعتبار سنجی اعطا میشه. مبلغش پلدکانیه و تا سقف 40 میلیون تومان میرسه. بین هر پله باید 2 هفته فاصله باشه و پله های بعدی بر اساس رفتار مالی شما براتون باز میشه. باز پرداختش هم 4، 6 یا 12 ماه هست. دو، تسهیلات برآیند. تسهیلات برآیند بر اساس موجودی روزانه شما و سکه های ویکلاب به شما اعطا میشه. مبلغش بین 10 تا 50 میلیون تومان هست و به ازای هر 100,000 تومان موجودی در هر روز یک سکه ویکلاب به شما داده میشه. برای دریافت این وام حداقل به 9,000 سکه نیاز دارید. باز پرداخت تسهیلات برآیند 12 ماه است. فقط به این نکته توجه داشته باشید در صورتی که رتبه اعتباری شما C باشه برای دریافت تسهیلات برآیند نیاز به چک دیجیتال دارید. چک دیجیتال برای افراد بالای 22 سال فعاله و در نهایت اگر مبلغ بیشتری میخواهید تسهیلات پیمان رو دارن. تسهیلات پیمان بین 75 تا 400 میلیون تومان پرداخت میشه. نیاز به چک دیجیتال داره و باز پرداختش هم 18 ماه است. در صورتی که هنوز ویپاد رو ندارید و برای افتتاح حساب نیاز به راهنمایی دارید حتما پیام بدید تا راهنماییتون کنم. ممنون میشم برای حمایت از من و تولید محتواهای بانکی هنگام افتتاح حساب از کد معرف بنده استفاده کنید. من مستر بانک هستم و اینجا دنیای بانک ها رو ما هم یاد میگیریم.